سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو بررسی اکانت فول. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بریم بدون وقفه بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، اول گانا رو میاریم بزنیم روی این M4 طبیعت که یکی از بهترین M4 بازیه. که این M4 چرت و پرتا و AK این عاشق اینم. AK البته همین بیشتر نداره، پس باید عاشق همین بمون دیگه. همین این اسکار اسمشو یادم رفت، اسکار ولن اسمشه، بقیه شون هم همینا. AK هم اینو داره. فاموس نقاشی ها رو همه رو داره و XM8 لول 5 لول 5 و این اسمشو یادم رفته، ولی این خیلی گانه خوب ریک داره و اینا. پارافال اینو داره و اسمش G36 وایت و این گانه. اینا رو از اینا بگذاریم بچه ها، ولی وایسید تا آخر نگاهشون کنیم. وود پکر نه همین نرسیم. SVD اینو داره. وود پکر این مال بویاپسته فکر کنم. آره اینم مال 7 سالگیه و اینا هم که بگذاریم ازشون بچه ها، همینطوری ردشون کنیم. UMP ساکورا داره و این UMP مال قبلی بود. MP5 لول 3. این MP5 بچه ها خیلی MP5 خوبیه. MP40 این خیلی MP40 خوبیه، چون دارمش، اگه نداشتمش خوب نه. و اینا دیگه. این خود چی بود اسمش؟ لولیش داشت تامسون. دبل ویکتور مکتن. به مکتن اینو اسمش بگم بچه ها دیگه. هر کدوم اسمش رو یادم رفته، به بزرگی خودتون کوچیکی ما رو ببخشید. امده برفی و امده توفان رو داره. اینم اسپاس چیز خاصی نداره، ردش میکنیم. دلول یکی از بهترین دلولای بازی رو داره. عجب دلولیه بچه ها. و اینا هم که چرت و پرته دارش. مثلا نگاه این کن، چرت و پرت. این تراگون هم نداره. M590 هم اینو داره که مال بویاپس، نگرفتیمش ما. اسنویپ اینو داره. این مال 7 سالگیه. این هم داره ولی من خوشم از این میاد. به این چیز خیلی خفنیه. بقیه این اسنویپ پشت یخزنش هم خوبه. این اصلا خوشم از این گان نمیاد. اینو داره. دیزرت این رایگانر داره. چرت و پرت. این و این و این و این و این هم که رایگان میداد بچه ها، چیز خوبیه. این نداره. خیلی خوب، بریم بعدی. مایتابه اینا رو داره بچه ها. مایتابه هاش هم چیزای خوبی هن. اینا قماشن. خیلی قماهای خوبی هن. اینو خیلی دوست دارم. گرس های رستم رو هم نگاه کنیم. به چه گرزایی هن.
کاتانا آتشین، این کاتانا هر داره، اینم داره، ولی این خیلی بهتره. من آتشین رو بیشتر میذارم چون با ستم هم میاد. ستم خیلی ست شاخیه، به خاطر هم این داست کتابو داره. این داست هم که رایگان بوده. دمپویش خیلی خوب بود. اسکین مشت طلاییه رو داره. خیلی اسکین مشت کمیاب و خوبیه. نیداشم که بچه ها اینان یکی یکی بزنیم ردش میکنیم. یخاشم که این یخ قبلی هست، اینم یخ خیلی خوبیه چون دارمش. اینم که مال پرایم 2 یا 3 نمیدونم. اینا هم یخاشن دیگه، سری اینا رو هم رد کنیم. خب این گانا که اصلا داخل بازی نمیان، مثلا تو عمرم ندیدم یکی از این گانا داخل بازی بیاد. بچه ها اگر تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید حتما لایک ویدیو فراموش نشه، سابسکرایب کنید، بعد دیگه کامنت بذارید تا بدون وقفه الان بریم سراغ ست ها رو هم ببینیم. باندل کامل 6 تا داره که 2 تاش زنونه است، 4 تاش مردونه. کلا هم که مثلا این مال الیته این و خیلی اهمیتی نداره کلاها به نظر من، ولی نگاهشون کنیم. مثلا این خیلی موی خوبیه، بلونده. این مال 7 سالگیه فکر کنم. این کلا نمیدونم مال کدوم بخشه. این خرگوشیه، وایت نیست، خرگوشیه. اینم مال نمیدونم چیه. اینم نمیدونم چیه، ولی خیلی کلاه قشنگیه، خیلی قشنگه، واقعا قشنگه، اصلا قشنگه. اینم مال زورو، این مال الیت مترسکه. نمیدونم الیته نه. اینم یکی از الیت‌های خیلی خفن بازیه، الیت 31. اینم خیلی چیز شاخیه، اینم شاخه. بچه‌ها دیگه خودتون بدونید هر چیزی که من دارم شاخه. مثلا الان ست ساکورا شاخ نیست، اصلا به دردم نمیخوره. ست زورو این لباسات، سراغ بالاتنه اینو ست های کاملشون. این مال اینکوباتوره، اینکوباتور. اینم ست رو نمیدونم برای چیه، فکر کنم اینم مال اینکوباتوره. این مال الیت، یکی از بهترین الیت های بازی، الیت 31. اینم هم پولیوره، اینم نمیدونم چیه. خلاصه که بچه خیلی اکانت گادیه. بالاتنهاش همه نوع بالاتنه ای داره که شاخه، واقعا شاخه. یعنی اکانت ساکورو در برابر این اصلا حساب نمیشه.
اینا بالاتن‌ها. این بالاتنه خیلی بالاتنه گرون قیمتی، کدیه و کدش حداقل 10 میلیون میخواد. اون بالاتنه که نشونتون دارم این پولیور نه. این پولیور رایگان میداد قبلا، نمیدونم، فکر نکن. کفش کدی هم داره بچه ها، اگه پیداش کردم حتما میذارم. دنس قلبو داره، شاخترین دنس بازی، دنس 2 نفر بهترین دنس بازی، این دنس بهترین بویا پس بازی. اینم دنس بوکس، واقعا خیلی گاد و خفنه. اینم دنس پول که نشونه پول داریه. اینم دنس خنده که نشونه نفر. اینم دنس ورودش 2 تا داره. این لامبورگینی بهترین دنس ورود بازی، اینم بهترین دنس ورود بازی که من لامبورگینی رو ترجیح میدم به این واقعا اینو گادن. خب بگا رو هم نگاه کنیم. بگ اینو داره. من عاشق این بگم، بایستید پیداش کنم. این بگ، این بهترین بگ بازیه و اینم کیل باکسه. کیل باکساش هم خیلی عالیه. اینم از اون بیل هاست که از هواپیما باش میای پایین، اینا رو هم داره. و اینم اسکیت هاش، این بهترین اسکیت بازیه. اینا هم بچه ها اسکیت هاش. اینا نمیدونم چیه، اینا اسکین لامبورگینی هستن. لامبورگینی، من عاشق این اسکینم. اسکین ماتور، اینم اسکین ماتورش اینه. و اینم خیلی خوبه، اسکین لامبورگینی. این حشمت، اسکین حشمت. اسکین پیکانبار، نمیدونم اسمشو. اسکین اینم نمیدونم اسمشو. اسکین موتور 3 چرخ. و اینا هم هستن دیگه. اینا هم از پروفایلا خیلی سریع نگاه کنیم، وقتتون گرفته نشه. فقط میخوام حس شمایی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید رو بدونم. مرسی تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک ویدیو رو فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.